یوسف خان برو وسط، برو وسط قشنگ برو دور بزن خودتو با آب آتیش بزن یه میل بهت میدم. به جون مادرم یه میل بهت میدم. برو وسط همه جا با آتیش بکش. برو به قرآن یه میل بهت میدم. ببین من کسی هم که حرفی میزنم پای حرفم هستم. برو شوره بچه واسه همه وایساده. سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از سرور معروف دایموند تی. اومدیم بهتره کنیم توی ایونت بچه‌ها مکانیکی. بچه‌ها مکانیکی عرض سلام، یه چیزی داریم بگیم. همین صداتون هست ویدیو. به بچه‌ها مکانیکی چراغا رو خاموش کنید، همه روشن کرده. خاموش کنید. نه رو 143 قرار نکن. 143 خاموش کن. خاموش کن. نه دیگه داشتم میرفتم. آجی بنزین خورد ولی خاموش کنید. چرا ازش؟ بنزین 95% بزن. وقتی یوسف پیامبر با شما حرف میزنه حرفشون گوش بدید. منم نیستی. ببخشینو. آها خفه بابا آغاز زد. الان میارم میسم جوون میکنه. بیا اینو جوون کن تو نهایتا بتونی سر اینو. بابا اون چه آدم یه چیز گذاشته. آهنگ گذاشته. خدایا. آقا بیاین پایین برقصیم. بیاین جدی جلوی ماشین جمع شیم برقصیم باشه بیاین. جانا آقا کم یکم گرم کنید بعد نزد. آره واسه یوسف خان برو وسط قشنگ برو دور بزن خودتو با آب آتیش بزن یه میل بهت میدم. به جون مادرم یه میل بهت میدم. برو وسط همه جا با آتیش بکش. برو به قرآن یه میل بهت میدم. ببین من کسی هم که حرفی میزنم پای حرفم هستم. بکیرم الان من چیکار کنم؟ برو وای نستا برو دیگه. نه دیگه ببین قرار بود با آب آتیش بکشی. او شروع بچه واسه همه وایساده. میام شرکت کردی حرکت کن واسه یواش همینجوری حرکت کن. نری همینجوری حرکت کن یواش فقط نه ببینن که ایسکی نیستی. باشه اون ور هنوز واسطن. یارو کیه؟ بچه‌ها دیگه سر جات وایسید میندازنت بیرون. نگفت چیزی نگفت. برای تو چیزی گفت. 143 داداش بچه‌ها دارین خودی میزنید. آقا الان چراغا روشن. شما دارید دنده عقب. چراغا روشن. 28 کیه؟ 28 کیه؟ بی شرف نزن. بچه‌ها مکانیکی همه مانو کنار چیز. بیا من نزن دیگه. پشت سرم بیا. 46 کیه؟ بچه‌ها یواش از این بغلا برید. RPG داره میزنه. به کی؟ به ما. نمیگو خورده. من خیلی جمعیت. حاجی اینا خیلی بد میان. آره بچه‌ها پشت سرم کجایی؟ یکی داره کجی میاد 135. 114 کیه؟ منم. بیا پشت سرم بیا من 133. تویی؟ آره. بیا. دیدم ای زنه تو گاییدم نزن از جلو. بیا. برانتی اندازی. همین بغل یواش. پشت دارم منو میزنه. بیا. رنجبر کی؟ همین بغل بگیر. برو پشت دارم. برو کسکش برو کنار بزن. 115 کیه؟ وای بغلم خورد تیره بغلم خورد گو خورد. دیدم ماجی دیدم. وای یواش 73 کیه؟ وای زدم گویدم. حاجی من هنوز وسط نرفتم. برو کنار 74 کی؟ 106. فوگی داره نیست از گل. دوستان هر کی نمیده بکشه. بچه آیدیاتون رو بگین. آیدیا من بلده یک. من 24 ام. 28 کیه؟ 24. 28 کیه؟ خدا تنتو برات حفظ کنه. وای زد زیرم دهن. شوی گیر ماشین. این کاش کنیتی بود. این ماشین دونیتی باشه. ولی خیلی کم شدن ها. خیلی کم شدن. میدونی چرا کم شدن؟ RPG و تیر و اینا خوردن. فکر کن مثلا یارو مرده. حاجی حالا خب اینجوری که خیلی طول آره نزن ریدم پس کله. تفنگ حاجی الان بچه آقا بریم وسط این بغلا گازو بگیریم فقط بریم. یه تیری خورد بعد یارو میخوام سیر کنم. برو نه اصلا یه گوشش قطع شد.
انسوری پیر خورده راست میگه انسوری بچه 105 بچه ماست 105 نه من 133 آقا دستاتون از رو آلت بر ندارید من نمیتونم آلت سمت راست بذار وین ماشین رو میخوای بگو وین ماشین من منطقه 62 خیلی ریزه اون خیلی ریزه حاجی همینجوری کم شدن حاجی کم شدن خیلی کمی 50 نفر بودیم این دیگه رگبار داره بچه ها همگی هستن داخل ایونت جدی این ماشین من هستیم وای بنازم بچه ها بنازم چی؟ اوه زدی بیزادم که اوی کوشه وای چی ماشینه چه چپتر من تو بود 122 نه چپتر او 122 رو زدم کشتم حاجی من هنوز وسط نرفتم بچه ها آقا بریم وسط این بغلا گاز رو بگیریم فقط بریم یه تیری خورد بدن یارو میخوام سیر کنم سه نفری حاجی نه 4 نفر من پدرت در میام آش کیه حاجی 65 برچی منو ول نمیکنه خدایا بسید پشت من بیا من باید کار بیا آدم نذاری 61 کیه گویا بچه ما نیستم آقا چند نفر موندن اونجا الان 4 نفر یکیشون ادمینه یکیش عجیب ادمینو ول کن اون یکی رو بزنید خودتون حداقل دانا رو بزنید خب الان ما دو تا با هم 114 کی اشاره من 114 توی خب ببین فقط من 133 65 دمیج کردم بزن جلوته بنازم کسی که پشت سر من چسبونده 65 دمیج ای بابا چه اتفاقی براش نمیفته یکی رفت دیوار خوبه حاجی میدونی چی شد من از ماشین افتادم بیرون این کیه 65 همین 65 بگی بزن دهنش سرویس کن بنازم پسر بنازم بابا شما ادمینه دارید میزنیدش ادمینو نمیخواد بزنید اونو بزنید آرمان امیری 65 جدی آقا 65 واسه چی میزنی خب الان کیو بزنیم 61 پشت سر منه 61 رو بزنید بچه آرمان اون احمق وای کچ شدم فقط باندانا رو بزن زیرم 115 تو رو جان من 114 بزن 114 بزن زیرم الو بذار ببره وایسا نزنش بذار چیز شه اسمش چیه بذار خودش ببره آدم بعد نمیتونه بزنه خودش هم دمیج میده زدید چی شد جان دارم بچه ها وای تمام شد هست شد آره من سوم شدم بابا یکیش آرمانه دوست دارید آرمانو میزنید حاجی پشم آرمان یه سر کلیک کرده بود رو من دهن من مش میگفت آجی الان کسی برنده شد آره همون برنده کی بچه‌ها همه میسم برنده شد سوم غمخور فقط تویی یا بزنید غمخوار به خدا قسم ازت انتظار داریم پرچم بچه میکنی که بار بالا غمخور یه بار بردی نگهش دار غمخور باندانا رو بگیری چه میفتی جلو توی کونی هستی بیشتر از این نیستی کونی ای بابا ای بابا تو هم ما گاییدی به خدا نمیدیم حالا نگاش کن باز نقطه هم میذاره داخل چت فکشه چندش سوال من جواب بده این چه کنی بزده نمیدی داداش چی بابا چی زنده یه دوم نمی‌فهمم صافش کنی صاف کردی درست صاف کردی غمخوار برو اون داداش من سوم تو دوم پرچمت بالاست دوم سومی چجوری میشه دوم که غمخوار به این سمت رو نگاه کن به این سمت من واسه فقط من بدبخت شدم چهارم ای خدا آقا ببین تو یکی شانس من آخر بابا آرمان منو زد خدایا آرمان آجی کلیک کرده بود من وای آقا یه اینو میدی بره بابا به خدا میزنم بذار بیام بیرون از این خراب شده کش خودشو میده به دیگه آقا به نظر من یه فایت دیگه بذارین نامردی شده ریپورت بده احتمالش هست بیاد آقا زنگله شما دوم شد یعنی بنازم پسر بنازم پسر پسر مبارکت باشه نه غمخوار اول شده بنازم پسر
داداش مغلطه نکن، به قول خودت فشار داری میخوری دیگه، اول شدنه دیگه، فشار نداره. من ماشین